با سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان شرکت الکترومگا. در خدمت شما هستیم با معرفی پکیج موتور BLDC شرکت الکترومگا در قالب کاربرد موتورهای کولری. در ادامه ویدیو به بررسی اجزای این پکیج و نحوه نصب آن می‌پردازیم. در ابتدا در خدمت شما دوستان هستیم با معرفی اجزای اصلی الکتروموتور که شامل الکتروموتور هوشمند BLDC، جعبه تقسیم، پنل نمایشگر رابط کاربری HMI به همراه ریموت کنترل و درایو که به عنوان قسمت کنترلی شناخته می شود. در ابتدا به معرفی جعبه تقسیم می‌پردازیم. لازم به ذکر از تمامی اتصالات جعبه تقسیم شامل یک ورودی و یک خروجی میباشد. بدین معنی که چنانچه روی جعبه تقسیم علامت A و B رو مشاهده می‌نمایید، همین علامت هم می‌توانید روی پنل نمایشگر مشاهده کنید. بدین معنی که میبایست از قسمت A و B جعبه تقسیم با سیم به قسمت A و B پنل نمایشگر HMI متصل شود. توضیحی که در رابطه با جایگزین موتورهای BLDC با قدیمی باید خدمتتون ارائه بدم این هستش که پنل نمایشگر میبایست جای کلید قدیمی کولر آبی در محل مصرف کننده، منزل یا محل کار نصب کرده. 4 عدد سیم ورودی کولر آبی میبایست به پنل نمایشگر وصل شه با توجه به طیف رنگی استاندارد که ممکنه در تمامی ساختمان رعایت نگرده. ملاک رنگ جهت نصب به پنل نمایشگر مطرح نیست. صرفاً در مصرف کننده میبایست چنانچه با فرض مثال رنگ آبی در جعبه تقسیم به نقطه A متصل شد، در پنل نمایشگر نیز به نقطه A متصل شود. ما اینجا خیلی جامع و کلی میتونیم شکل و شمایل صحیح نصب پکیج الکترومگا رو مشاهده کنید که با توجه به تصویر در پایین صفحه سمت راست صفحه HMI رو مشاهده می‌کنید که بخش A و B به قسمت A و B جعبه تقسیممون متصل شده، L out و N outمون به فاز و نول جعبه تقسیم متصل شده و N in و L inمون به برق ورودی 220 ولتمون متصل میشه. در بخش بالا موتور هوشمند BLDC الکترومگا رو مشاهده میکنید که به قسمت UVW به صورت سوکتی متصل شده. در قسمت بالا درایومون هست که با توجه به رنگ بندی و شکل و شمایل سوکت ها مشاهده میکنید که به چه شکل متصل میشه. در پایین صفحه سمت چپ مشاهده میکنید که پمپمون هستش و در قسمتی که نام پمپ نوشته شده به صورت فیشی متصل میشه. پمپ درین رو مشاهده میکنید که معمولا در کولرهای آبی که در ایران استفاده میشه نداریم، ولی حالا با این وجود اگه وجود داشت در این قسمت که در تصویر مشاهده میکنید متصل میشه. نصب فیزیکی الکتروموتور تنها با بازنمودن الکتروموتور به اضافه پایه قدیمی روی کولر و جایگزینی الکتروموتور با پایه جدید امکان پذیر می باشد. برای اینکه ما بهترین جا برای نصب درایومون رو بخوایم انتخاب کنیم، اصولاً درایو در این بخش روی هوزینگ کولرمون نصب میشه. ولی با توجه به متفاوت بودن ساختار کولرها، اگر امکان این که درایو رو اینجا نصب کنیم نداشتیم، ما میتونیم در این قسمت نیز درایو رو نصب کنیم. همونطور که مشاهده میکنید آمپر دریافتی ما از شبکه 2 آمپر می باشد و اینکه توانمون هم 470 وات است. موتورهای BLDC هوشمند الکترومگا بسیار کم مصرف و مقام به صفحه برای مصرف برق می باشد. با تشکر از حسن توجه شما.